خب درود میگم برای همه بیننده عزیز صفحه فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی دلیل ممالی. قسمت چهارم وطن دیگر است. پس منظر یکی از بازارهایی که فقط روزهای یکشنبه در همین خیابان شهر کنیبادان پیدا میشه. از 3-4 سال آخری که من به کنیبادان میام و روزهای یکشنبه یکی از نقطه‌هایی که من به‌نهایت دوست می‌دارم. البته منم دعوا میکنم که از 21 شرایط بهتر، وضعیت بهتر باید باشد، ولی همون نگاه داشتن انعنه، سنت و ارزش‌هایی که اجدادای ما هزار ساله‌ها داشتن، یک روزهای مخصوص معین در هر یک نقطه شهر بازارها پیدا میشد و همین انعنه مثل نگاه داشتن چایخانه، مثل نگاه داشتن در ماه یک بار دو بار جمع شدن سر یک طبق آش به نام گپ و مثل نگاه داشتن این گونه بازارهای در هفته یک مرتبه، اینم به همون معنی است که یعنی گذشته و ارزش‌های بابا و پدرامون ارز گذاشتن. و واقعا من میگم که با همه پرابلم هایی که امروز ما در وطن داریم جدی وطن دیگر است، در وطن زیادتر سیر کنین و برای رشد توریسم وطنی سهم بگذارین. در ضمن روزهای یکم تا چهارم در تئاتر کنیبادان جشنواره تئاتری برای کودکان برگزار می‌گردد. بیاید اینجا تماشا.